وسط یه مچ حساس بودی و یهو پیغام بند واسه اومد، اصلا نترس. حتی آیتفرگ هم بند میشه، فقط ریاکتش رو تو این ویدیوی بالا نگاه کن. زمانی که شما وارد یه مچ حساس میشید و خیلی خوب پلی میدید، اگه یه تعدادی پلیر پشت هم بخوان شما رو ریپورت بند بدن، اکانتتون وسط گیم زدن بند میشه. اما این بندی نیست که رو اکانتتون تاثیر بذاره. ربات اکتیویژن تو اون لحظه شما رو بند میکنه و بعد تیم اکتیویژن میاد بررسی میکنه آیا شما واقعا چی زدید یا نه، و در صورتی که نزده باشید این بند برطرف میشه و حتی تو تاریخچه اکانتتون هم نمیمونه. پس تنها کاری که باید بکنید اینه که یک سره هی ترای نکنید که دوباره تو اکانت لاگین کنید. اینطوری احتمال ربات روتون زوم شه و بعدتر اکانتتون رو بند دائمی کنه. پس اگه یهو وسط گیم زدن بند شدی، به هیچ وجه هی نرو با وی پی ان های مختلف ترای کن که دوباره لاگین کنی تو بازی. بذار بازی خودش تو رو آنبند کنه. یه لایک بزن، حتما بفرست واسه رفیقت این ویدیو رو که خدای نکرده اکانتش بند دائمی نشه، و اگه سی پی میخوای با کف قیمت ایران فری شاپ